حضرت معاویه رضی الله عنه می فرماید که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را شنیدم که می فرمود هر کسی که خداوند برایش خیر و نیکی بخواهد، فقه دین یعنی فهم و دانش دین برایش نصیب می کند. حدیث متفق علیه. این حدیث بیانگر بزرگترین فضائل علم و علما می باشد. علم نافع یعنی علمی که فایده آن به دیگران می رسد، نشان سعادت و نیکبختی انسان در دنیا و آخرت است. و کسانی که از علم دین بهره مند شده اند، خداوند برای آنها خیر و خوبی بزرگ در نظر گرفته است. مراد از فقه دین فهمیدن و دانستن اصول ایمان و عبادت و احکام شریعت است. طبیعی است که هیچ نعمت از داشتن علم دین بالاتر نیست. عالم دین در واقع بزرگترین سرمایه و گرانبهاترین گنجینه های جهان را در اختیار دارد. ولی نباید فراموش کرد که ارزش علم در عمل و ارزش عمل در اخلاص نهفته است. علما و پیشوایان دین باید توجه داشته باشند که مردم چشم به آنها دوخته اند و آنها را انسانهای برگزیده و جانشینان پیامبر صلی الله علیه و سلم می دانند. پس باید که علما و پیشوایان دین در رفتار و گفتار برای دیگران الگو و نمونه بهترین باشند. متن عربی حدیث چنین است: عن معاویه بن ابی سفیان رضی الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.